بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام خدا بر حضرت سید الشهدا. سلام خدا بر عزاداران حضرت ابا عبدالله. سلام خدا بر زائران اربعینی امام حسین جان و سلام خدا بر همه زائرانی که از راه دور جسمشون در مشایه نیست این روزا، اما دلشون از راه دور زائر امام حسین علیه السلام. به همشون سلام میگم و به همه شما هم نفسهای یاد خدا. الهی که خوب باشین. خیلی خیلی ممنونم که اینجا هستید، اومدید به امامزاده سید علی قم که با 3 واسطه فرزند ابوالفضل عباس علیه السلام هستند و از دریچه برنامه یاد خدا شما زائرشون هستین انشاءالله. خدا کنه که فرصت همراهی تا پایان برنامه ما رو داشته باشین. کارشناسمون استاد هدایت هستن که تا لحظات دیگر گفتگوم رو با ایشان شروع خواهم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا کنه که خیلی زود با دیدن این تصاویر دل هممون رفت کربلا. این روزا انقدر تصاویر تلویزیون از عزیزانی که در حال راهپیمایی و زیارت هستند در مشایع طریق الحسین پخش میشه که از ما دلبری میکنه. دیگه بیش از پیش در واقع رو پای خودمون بند نیستیم و بیتاب و بیقرار زیارت امام حسین علیه السلام هستیم. انشاءالله خیلی زود نصیب و قسمت همه آرزومندان بشه. سلام علیکم و رحمت الله. جای هدایت عزیز خیر مقدم قبول بشه از ذریعت. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. یادتون از شب اول محرم اون حدیث ابن شبیب رو که با هم میخوندیم، امام رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمودن که هر زمانی یاد امام حسین افتادی این جمله رو بگو یا لیتنا کنا معک فافوز، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. ای کاش من همراه تو بودم و به اون فوز، به اون قله‌ای که شما رسیدید منم میرسیدم. حالا واقعیتش اینه که تمام مجالس حسینی، تمام این گریه ها، تمام این ناله ها یه جورای همراهی کردن با امام حسین علیه السلامه. و واقعیتش اینه توی قرآن آقای قوامی عزیز چون معارف جویان شبکه قرآن میدونن، توی قرآن اصلا کلمه 40 دلالت بر اون اوجه، دلالت بر اون کماله، بلوغ. احسنت. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها ب10 فتم میقاتو. میقات خدا تمام شد با 40. میقات یعنی اون فضای ملاقات، محلی که وقت ملاقاته، وقت صحبت حضرت موسی با خداوند متعال. اون مکان و اون زمانی فضای اون وصال براش ایجاد شد که 40 تکمیل شد. لذا واقعیتش اینه که گریه کنان ابا عبدالله الان باید به نتیجه کارشون برسن. ما توی این برنامه چند جلسه گذشته نتیجه رو یه جمله بیان کردیم و اونم رسیدن به ظهور حضرت. و گفتیم که ما اتصالمون با حضرت برقرار شده فردی، آره، ولی جمعی هنوز نه. اما جمعی نه. گفتیم اون قالیه هنوز بافته نشده، اون شکل نگرفته، اجتماع مؤمنین. اون چیزی که امام زمان فرمودن که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. ما بالاخره یه عهدی رو با امام حسین، با اهل بیت داریم. اون عهد زمانی وفا میشه، زمانی ما به عهدمون عمل میکنیم که قلبمون به هم متصل بشه. آقای قوامی عزیز، یه اتفاقی چند ساله داره میفته به نام اتفاق 40 حسینی. الان خیلیا توی همین مسیر مشایع هستن، خیلیا رسیدن دیگه به امام حسین علیه السلام و قبر مطهر حضرت. اون عده‌ای هم که الان پای گیرنده هستند و توی مشایع نیستن، توی عشق و اون آرزوی رسیدن دارن میسوزن. متوجه شدین؟ و این سوزش خودش خیلی ارزشمنده، خیلی مهم. به نظرم خیلی ارزشمنده. من یه جام عرض کردم که اینایی که پیاده روی میکنن تو مشایع پاشون تاول میزنه از رفتن،
اینایی که پای تلویزیون میشنن این صحنه رو میبینن دلشون تاول میزنه از نرفتن. آفرین. سوختن و تاول زدن دل خیلی آفرین. قیمت داره. دقیقاً همجوره. حضرت موسی 3 بار این موضوع توی قرآن تکرار شده که حضرت موسی وقتی داشتن عبور میکردن از مسیر کنعان به مصر، از یه آتشی رد شدن. 3 بار خدا این موضوع بیان میکنه که انی آنست و نارا، من با یه آتشی انس گرفتم، شما صبر بکنید. به خانوادهشون گفتن شما صبر بکنید، من لعلی آتی که بلکه بتونم مقداری از این آتش برای شما هم بیارم. امام صادق تو همون کامل الزیارات فرمودن اون محلی که حضرت موسی داشت عبور میکرد، فی البقعة المبارکه شاطئ الوادی الایمن، اونجا کنار فرات بود و بقعة المبارکه همون محل شهادت ابا عبدالله الحسین بود. و حالا اینو من عرض میکنم، حب الله نارون، امیرالمؤمنین فرمودن آتش عشق خدا یه آتشیه که هر کسی ازش عبور بکنه الا احترق، همه رو میسوزونه. این دقیقاً حب اهل بیت هم اینجوریه. میدونی 40 رو بخوام الان مثال بزنم دقیقاً همینه که خانواده ها افراد یه آتشی رو احساس میکنن، هی به خانوادهشون میگن شما باشین من برم برای شما این آتش رو بیارم. اونایی که الان هستن در واقع منتظر اون آتشی هستن که بعد از 40 به دل خودشون هم بیفته و اون افرادی که رفتن این آتش رو انتقال میدن. این هر ساله داره تکرار داره. دقیقاً. یه عده‌ای میرن آتشی رو میارن و تا 1 سال فضای جامعه فضای 40یه. ما با این آتش 40 داریم زندگی میکنیم. متوجه شد؟ آره. حالا میخوام این عرض بکنم، گفتم فضای آماده شدن برای یاری حضرت اون فضاییه که غیر از اتصال با خود امام، اتصال با یاران امام به همون شدت برقرار میشه. دقیقاً این صحنه چند ساله ما داریم عملاً میبینیم تو موکبای 40 که عبارتی رو دارین پیوستگی، همبستگی، دلبستگی، وابستگی، پیوستگی، همبستگی، دلبستگی. حالا یادی من خودم بگم وابستگی، دلبستگی، پیوستگی، همبستگی. آره این باید بین هممون برقرار. دقیقاً. ببین من یه 2 تا صحنه رو سریع براتون بگم. پارسال یه اتفاقی افتاد تو رسانه ملی هم نمایش دادن، باید دوره تکرار بکنن، اینقدر باید نمایش بدن تا مردم آروم احساس بهشون دست بده چجوری ما میشه قلبمون به هم متصل بشه. موکبدار عراقی که میدونید فدای اینها بشن، اینها غیر از اینکه پذیرایی از زائرای ایرانی میکنن، از موکبایی که از ایران میان اونجا که اونا موکب بزنن کمک بکنن به برادران عراقی هم پذیرایی میکنن. موکبدارا پذیرای موکبدارای ایرانی هستن. اینا یه باغی رو یه جایی رو فراهم کرده بودن که این کامیونای ایرانی که جنس آوردن تو ایران توی عراق اونجا مستقر بشن. یکی از این کامیون داشته پارک میکرده، یه فرزند عزیز عراقی در اثر یه حادثه‌ای خلاصه از دنیا میره. موکبدار عراقی رو آوردن تلویزیون پخش کردن که اون گفت من از موکبم خارج نشدم که شرمندگی اون راننده عزیزی که سهواً بچه منو زیر کرده ببینم. من طاقت شرمندگی زائر امام حسین، خادم امام حسین رو ندارم. الله اکبر. آقا قوامی این معنای سلم لمن سالمکم هست نیست؟ اصلا فوق العاده. من فدایی تو هم ابا عبدالله. این موکبدار ایرانی فدایی توه، من فداش بشم، بچه من فداش بشه. شما دیدین ما داره این ماشینا داره با سرعت داره میره، بچه موکبدار میاد خودشون میندازه تو جاده که این مینیبوس ترمز بزنه وایسه بیان از غذای موکب بخورن. الله. یعنی حاضر بچه‌شو فدا بکنه شما از غذاش بخوری. بعد خودشون به من میگفتن ببین ما تمام طول سال جمع میکنیم تا فقط 40 این 10 روز این یه هفته برای زائر امام حسین علیه السلام، اونو خودشون میگن ابو علی، یعنی پدر امام سجاد، برای زائر پدر امام سجاد خرج بکنیم، صفر بشیم دوباره سال بعد. الله. بعد شما موقع خوابت دست بذار به پتوت، برو خودت جاتو بنداز،
اون میزبان چنان ناراحت میشه که انگار بهش معذرت میخوام ناسزا گفتی. آره، میگه من باید جای تو رو پهن بکنم، من خادم تو هستم. ببین این صحنه ها چیه؟ این صحنه ها اینه: ما آروم آروم غیر از این که فدای امام حسینیم، غیر از این که میریم کنار ذریح میگیم لبیک یا ابا عبدالله، به ظاهر امام حسین همون رفتار رو داریم که به خود امام حسین داریم. من داشتم به این فکر میکردم اگر این جنس رفتار بست پیدا بکنه از اون خیابون بیاد به خیابونای بغلتر، به شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، حالا تا یه حدی برسه، به نظرم اون موقع است که دیگه اون 17 نفری که امام صادق گفتن اینجا دیگه مهیا میشه. 1,700,000. آره، بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم راجع به این مفهوم به نظرم خیلی مهم صلاح النسین صحبت بفرمایید. خواهش میاد خاطراتم جلوی چشام، میاد خاطراتم جلوی چشام، من اون خستگی تو راهو میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیام. آه حسرت تو سینمه و میباره چشام به پا، آه حسرت تو سینمه و میباره چشام به پا. این غم کم نیست لیاقتشو همه بگن بیام حرمت، این غم کم نیست بیام حرمت، جاده به جاده پای پیاده جا موندم اما زائر زیاده، پریشون حالم فدای سرت، پریشون حالم فدای سرت، فدای پریشونی خواهرت. این اشکام برای خودم نیست فقط، دلم تو خراب است پیش دختره. جا موندم ولی نه مثل 3 ساله‌ای که غمت رو خرید. من جا موندم ولی نه مثل 3 ساله‌ای که من جا موندم شبیه کسی که هرچی دوید ولی نرسید. من جا موندم شبیه کسی نرسید، جاده به جاده خدمت حاج آقای هدایت عزیز و نازنین هستیم و داریم مرور میکنیم واقعا چه اتفاقی داره در این پدیده شگفت‌انگیز آخرالزمانی، یعنی اربعین امام حسین، پیاده روی اربعین میفته. یادآوری کردن خیلی بجا از فرمایشات قبلیشون که در چند برنامه گذشته فرمودن، پیرامون این که ما توی بخش ارتباط خودمون با امام حسین الان دیگه شاید خیلی مشکلی نداشته باشیم. بیشتر اشکالمون توی ارتباطیه که حالا به عنوان عاشقان امام حسین، به عنوان دوستان امام حسین باید با همدیگه این ارتباط رو تقویت بکنیم. و خب حالا جایی مثل اربعین جاییه که داره این تمرینه صورت میگیره به نظرم به بهترین شکلش و خیلی هممون هم دلمون میخواد، یعنی میریم اونجا میایم با یه تعجبی برای هم دیگه، وای نمیدونی همین که شما دارید الان تعریف می‌کنید برای هم دیگه میگیم تعبیر شما اون شعله آتش میاریم و زندگیامون رو باهاش گرم میکنیم، ولی دوست می‌داریم که این حرارت، این گرمیه دیگه همه جا گسترش پیدا بکنه.
ببینید خب یه فرهنگی شد الان فرهنگ اربعین و به قول شما یه بهشتی رو ما میریم حس میکنیم، تجربه میکنیم. همون آیه قرآن که گفتم ما تا طعم بهشت رو تو این دنیا تجربه نکنیم وارد بهشت اخروی نمیشیم. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. ما این عشق رو تجربه کردیم، ما این فدا شدن برای همدیگر رو توی اربعین، توی موکبات، توی مشایع تجربه کردیم. واقعا دیدیم این برادران عزیز، اصلا میدونید اونجا ایرانی و عراقی نداره، اونجا قومیت و ملیت نداره، اونجا رنگ پوست نداره، اونجا اصلا نمیگن تو از کجا اومدی، فقط میگن همین که تو داری میری برای محبوب، تو مسیر محبوب و معشوق ما هستی، همین که ولایت به امام حسین داری من به تو ولایت دارم، همین که تو به امام حسین اتصال داری من به تو اتصال دارم. عزیزان آذربایجان میان، عزیزان غرب عالم، شرق عالم، همه میان. فقط پارسال دوربین جلو حرم امام حسین علیه السلام، پارسال عرض میکنم، بیش از 22 میلیون نفر آدم ثبت کرده این آدم اینجا رد شده جلوی حرم حضرت عباس که ورودی حرم امام حسینه. ما الان دیدیم برادران عزیز عراقی ما چیکار کردن تو میزبانی. یادمون باشه همین برادران گل عراقی ما، خوب و نازنین ما، یه معشوقی دارن تو ایران به نام امام رضا علیه السلام. یادمون باشه من خودم بچه قومم هر موقع میرم اونجا میخوام خودم معرفی بکنم میگم فی جوار سیدتنا فاطمه المعصومه. تا این جمله رو میگم اشکشون جاری میشه. خدا شاهده بیش از 1000 مورد من برام اتفاق افتاده. هر کی ما رو میبینه تا اسم فاطمه معصومه رو میشنون گریه میکنن. خب حالا چه اشکال داره که میدونین برادران عراقی عزیز ما بعد از ظهر اربعین، فردا بعد از ظهر که میشه دیگه این دیگا رو برمیگردونن خودشون پیاده خیلی سریع میرسونن به حرم امام حسین. حتی شده آخر شب فردا شبش برسن میرسن یه لبک میگن برمیگردن. این فضای ولایت اتفاق بیفته بین ما و کشور عزیز عراق که معشوق ما اونجا آرمیده و معشوق اونها هم در ایران آرمیده، این اتصال ایجاد بشه، آروم آروم فضای عالم رو میگیره. میدونی داشتم به چی فکر کردم؟ دونه های تسبیح، اگه 1000 تا دونه تسبیح هم الان اینجوری ریخته باشه تسبیح نیست اسمش. آفرین. موقعی تسبیحه به معنای اون وصل شدن و عبادت و تعبد که یه نخی بیاد بعد اینا رو هی به هم نزدیک کنه بشه یه تسبیح. ترجمه میکنم صحبت شما رو. و اعتصموا بحبل الله جمیعا واذکروا اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. بابا ما کنار لبه آتش بودیم، توی تفرقه، توی اختلاف، توی جنگ، اما به نعمت ولایت ابا عبدالله الحسین، به نعمت ولایت امام رضا، به نعمت یجمعنا ما رو چنان به هم متصل کرده که الان آماده فدا شدن برای هم دیگه هستیم. اون مثال برادر عزیز عراقی. آره. الان همه ما حاضرین برای عراقی ها فدا بشیم. چقدر شیطان بزرگ دشمن تلاش کرد که بین ملت ایران و عراق فاصله بندازه و عجیبه که این پیونده هی داره زیادتر میشه. با این اتفاق بیفته که دیگه انشالله این مقدمات ظهور رو دیگه کاملا فراهم میکنه. الحمدلله رب العالمین. ما انشالله فردا شب هم این بحث رو ادامه میدیم. فرصت تمام شد. ما به نظرم فرصتمون تمام شده. آره. خیلی. اگر میدونم مطالبتون باقی مونده فردا شب انشالله. من چون دوست داشتم که اون حدیث حقوق مؤمن رو بگم که بعد بگم توی فضای اربعین اون حقوق مؤمن به شدت داره رعایت میشه. حالا انشالله برای فردا شب من این موضوع رو باشه خوب شد. حالا طرح موضوع هم کردیم برای مردم که برای فردا شب بحث میشه. خیلی ممنونم. خدا خیرتون بده. اجرتون رو حضرت ابا عبدالله. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. الهی قربون دلای سوختتون بشم شماهایی که دارین از تلویزیون تو شهرهای مختلف کشورمون برنامه رو تماشا میکنین و مثل ما جا مونده این از حرم امام حسین علیه السلام. ولی امام صادق جان به ما یاد دادن دیگه هر وقت دور بودین دستتون رو سینه‌تون بذارید بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شما هم ظاهر امام حسین محسوب میشین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.